ایران. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنید. کوروش، شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواه، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. ما ملت ایران وارثان راه کوروش هستیم. آینده روشن است و ما با هم از این پیچ کند تاریخ عبور خواهیم کرد. توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی. به نسل زد ایران که من از این پس به اونها نسل وی برای ویکتوری میگم، دور بر تاریکی دیروز است.